ویروسی اومده به نام کرونا. در این ویروسی که آمد 4 تا نکته حائز اهمیت است، چون با این آیه ارتباط داره. و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا. اولین نکته ای که در بحث این ویروس آمد، عجز بشری رو خدای متعال خواست به رخ بکشه که کشورهای ابرقدرت شرق و غرب، آمریکا که مدعی قلدری در دنیا هست، چنان به لرزه افتاده که در مقابل یه ویروس کوچک کمپانی‌های تجاری، شرکت‌های بین المللی همه رو تحت شعاع قرار داده. یه ویروس کوچک. شهر ووهان چین تبدیل شده به شهر اشباح. غیر از عبور آمبولانس ها دیگه ترددی وجود نداره. یک شهری که اون همه جمعیت داره، جمعیت میلیونی، احد الناسی از خونه بیرون نمیرن، 11 میلیون جمعیت، کسی پر نمیزنه، مرغی. وقتی خداوند بخواد، خود الله ذوالجلال میفرماید فکلا اخذنا بذنبه. وقتی ما بخوای بگیریم، فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا و منهم من اخذته الصیحه و منهم من خسفنا. هر کسی رو به یه جوری. و ما کان الله لیظلمهم. خدا نمیخواد ظلم بکنه، ولکن کانوا انفسهم یظلمون. یه دوم که در این ویروس، شیوع این ویروس قابل توجه بود، من فکر میکنم اگرچه که ما هرگز خوشحالی نمی کنیم، جدا ناراحتیم، ولیکن خدای متعال خواست به حکومت چین یه درس بده. ظلمی که حکومت چین بر مسلمانای اویغور و ترکستان کرد در تاریخ بی سابقه، یا حداقل بگیم کم سابقه بود. خوندید یا شنیدید؟ ما متاسفانه که مشکلات جوانای ما این است که نسبت به پیرامون خودشون کاملا بی تفاوتن. آمده بودن بعضی از دوستان تعریف میکردن در ماه مبارک رمضان فرزندان مسلمان رو به زور شراب میخورندن. علما و ائمه و پیشوایان دینی رو در ملأ عام میگفتن رقص کنن. بیش از 20 مسجد با قدمت 1200 ساله رو تخریب کردن و شهید کردن. همین حکومت چین. الکی نیست. شما حتما در اینترنت صدای اون خانم رو شنیدید که واقعا من نتونستم تا آخر اون کلیپ رو تماشا بکنم. اون زنی که بیان میکرد که ما رو هر روز صبح لخت مادرزاد چندین بار بشین پاشون میدادن. هدفشون هم نمیدونیم غیر از این که میخواستن عفت ما رو به حراج بذارن. زنان مسلمان رو به زور کشف حجاب کردن. اینا اومدن 20 میلیون مسلمان رو در محاصره قرار دادن. خداوند بیش از 50 میلیون اینها الان در محاصره است، کسی از خونه نمیتونه بیاد بیرون. حواسمون باشه به هیچ چیزمون ننازید. به خدا انسان خیلی خیلی ضعیف است. چوب خدا صدا ندارد. به ترس از آه مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بهر استقبال می آید. من عرض کردم من این را رو به عنوان خوشحالی از اینکه این اتفاق افتاده نمیگم، ولیکن این یک درس، یک هشدار، یک زنگ خطر است که های دولت مردان دنیا، آی کسانی که بر اریکه قدرت نشستید و تجهیزات نظامی و سیستماتیکی خودتون رو به رخ عالم کشیدید و از هواپیماها و تجهیزات مدرن جنگی حرف میزنید، از موشک‌های فلان، این رو بدانید که خدای عزوجل چنان قدرتی دارد که لازم نیست از آسمان سنگ ببارد و آتش فرا بریزد. نه، خدای متعال قادر است با یه ویروس کوچک موشک شما رو نذاره تکون بخوره. پزشکان و متخصصین موندن